خیلی وقتها آدم‌هایی رو دیدیم که عاشق شدن، با هزار امید رابطه‌ای رو شروع کردن، ولی متاسفانه پس از مدتی اون رابطه با سردی و دلشکستگی تموم شده. اما چرا این اتفاق میفته؟ یکی از مهمترین عوامل برمیگرده به دوران کودکی، یعنی ریشه در دوران کودکی و سبک‌های دلبستگی اون فرد داره. معمولاً روابط ما امروزه تحت تاثیر تجربیات دوران کودکی ما هستش. سبک‌های دلبستگی در ارتباط با والدین، در ارتباط با کودکان، در مورد نوع تعاملشون، پاسخ‌دهی و در دسترس بودن عاطفی اونها در سالهای اولیه زندگی دوران کودک هستش. یکی از این سبک‌ها سبک دلبستگی اضطرابی هستش. افرادی که دارای سبک دلبستگی اضطرابی هستند، افرادی هستند بسیار چسبنده. اینها ترس از طرد شدن دارند. یعنی باید مدام مورد تایید و توجه قرار بگیرن. اگر که مورد تایید و توجه قرار نگیرن، میترسن که اون رابطه تموم بشه. یعنی ترس از تنهایی، ترس از طرد شدن دارن. افراد اضطرابی در رابطه با افراد اجتنابی مثل قضیه بنزین و آتش هستن. یعنی رفتار فرد اجتنابی باعث میشه که احساسات فرد اضطرابی شعله‌ورتر بشه، یعنی ترس و اضطراب در اون زیاد بشه. کسی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی هست، فردی هستش که استقلال افراطی داره. خیلی دلش میخواد تنها باشه، از صمیمیت گریزانه، از روابط عاطفی زیاد گریزانه، یعنی خفش میکنه، احساس خفگی میکنه. این فرد گفتیم که در رابطه با فرد اضطرابی رفتارش طوری هستش که باعث ایجاد ترس و اضطراب در اون فرد میشه. حالا فردی که دارای سبک دلبستگی ایمن هست، این سبک بهترین سبک هستش و درست‌ترین سبک هست. یعنی کسی که دلبستگی ایمن داره بین نزدیکی و استقلال تعادل داره. این سبک پایه و اساس یک ارتباط سالم هستش. اینها اعتماد می‌کنند، از صمیمیت گریزان نیستند. وقتی که دچار تعارض میشن گفتگو میکنن به جای اینکه فرار کنند و اینها چسبنده هم نیستند. و گفتیم که بهترین سبک دلبستگی هستش و اگر که دو نفر این سبک دلبستگی رو داشته باشن یک رابطه سالم رو دارن. ولی دو نفر که دارای سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی هستند به زودی رابطهشون پر از مشکل میشه و به چالش برمیخورن. مورد بعدی اینه که ما معمولاً ممکنه که عشق رو با هیجان اشتباه بگیریم. یه سری هیجانات زودگذر هست که به خاطر ترشح هورمون دوپامین و اکسیتوسین هستش. ما اگر شناخت کافی از طرف مقابل نداشته باشیم، خب این احساسات زودگذر هستش و به زودی اون رابطه سرد میشه. و یک مورد مهم دیگه که هستش الگوهای تکرار شونده در ناخودآگاهمون هستش. چرا ما جذب افرادی میشیم که شبیه اون کسی هستش که خیلی ازش آسیب دیدیم؟ مثلا فرض کن که یک نفر که یه پدر بی محبت داشته اتفاقا جذب کسی میشه که خیلی تو اون رابطه داره بی محبتی میبینه، یا مثلا بی ثباتی، دلسردی. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ذهن به دنبال بازسازی شرایط برای ترمیم و کنترل اون تجربه اولیه است. یعنی میخواد که اون تجربه اولیه رو به خوبی تمومش بکنه. به خاطر همین میره دنبال الگوهای تکراری. موضوع بعدی نداشتن خودشناسی کافی هستش. نداشتن خودشناسی کافی مثل رانندگی در تاریکی بدون چراغه. اینکه ما باید ارزش‌های خودمون رو پیدا بکنیم، باید مرزهامون رو بدونیم کجا هستش تا بتونیم یک رابطه سالم رو داشته باشیم. مورد بعدی اینه که خیلی از افراد به خاطر اضطراب، ترس‌ها، تنش‌ها و این مواردی که دارن میرن دنبال یک نفر دیگه و تو ارتباط میرن. یعنی به خاطر فرار از تنهایی هستش. و وقتی که این اتفاق بیفته، کسی که دنبال فردی بره به خاطر اینکه تنهاییشو بخواد پر بکنه، قطعاً این رابطه به مشکل برمیخوره. ببینید دوستان، اگر که یک رابطه‌ای سرد میشه، دلیلش این نیست که ما بیایم بگیم خب حتما من بدم یا شخص مقابلم بده.
به خاطر این موضوع نیست. ما باید زخم‌هامون رو پیدا بکنیم و التیام بدیم. ما باید سبکای دلبستگیمون رو پیدا کنیم، بفهمیم چی بوده سبک دلبستگی ما و مشکل کجاست، بریم بررسی بکنیم. باید مرزهامون رو ببینیم کجاست، ارزش‌هامون رو باید پیدا بکنیم و وقتی که این خودشناسی صورت میگیره، رابطه سالم رو داشته باشیم و بدونیم برای اینکه ما یک رابطه سالم داشته باشیم اول باید یک ارتباط سالم با خودمون داشته باشیم.